در 10 روز مونده به نوروز که پنجه کوچیک آغاز میشه، ما آتش افروزی میکنیم و روان درگذشته ها را به خونمون پذیرا میشیم. این رسم کهن ایرانه که هنوز در اینجا باقی مونده. درست جسم از بین رفته اما اون روان جاودانه و از بین نرفته و اونها هستن که میتونن در اون سختی های روزگار و زندگی ما را یار و یاور باشن. امروز هم روز اول فروردین، روز اورمزد و فروردین ماهه که در سپیده دم برای بدرقه اون روان درگذشته ها شما دیدید که پشت اون آتش افروزی شد و باز در همون سر سفره میوه پاره میکنن، به اون میوه میگن ودرین، یعنی تقدیس شده است. پیرمردهایی که الان همه روانشون شاد باشه خدا بیامرز شدن، اینها پشت بوم خونه ها با ساز و دف و آواز و اینها این مراسم رو برگزار میشد و به حساب ما خیلی دوست داشتیم که در اون زمان از خواب پا بشیم و این صدای گرم اونها را زنده بشنویم و امروزه چون اونها نیستن ما اومدیم اینو به حالت نوار در آوردیم و اون صدای سازی را که شنیدید همون سازیه که در صدا و سیما پخش میشه. شب بخیر. سال نو دم مبارک. سال خاص خیلی دست آوردید. سلامت خاص مرسی قربونه سلامت. ماجی مبارک. ماجی مبارک. مدرسه دل خاص. نمیشه. بعد از اینی که سال نو تحویل شد و روز اورمزد و فروردین ماه آغاز شد، رسم بر اینه که در بالای سر هر درگاه خونه‌ای که در اونجا زندگی وجود داره و هستن یک سبزه یعنی یا مورد، صرف، شمشاد یه چیزی را میذارن که نشون بده که اینجا زندگی وجود داره و پاشنه در خونه را که شما ملاحظه میکنید آبشن و به حساب سنجد و اینها میریزن که با زبان بی زبانی به شما خوش آمدگویی میگویند.